قاعده 78: افعال خالق را از مخلوق تقاضا نکنیم. که افعال خالق از مخلوق تقاضا نکنیم. وقتی که ما افعال الله را شناختیم، اینه نه به مخلوق نسبت میدیم و نه هم از مخلوق تقاضا میکنیم. بعضی کسا فعل خلق کردن از مخلوق تقاضا میکنن. پیش یک مخلوق میره برای ما بچه بده، پیش یک قبر میره برای ما بچه بده، پیش بت میره برای ما بچه بده، دختر بده. شما اکثر برید سائل کنین، نام خدا مسلمان میگیرن. اینال فعل خلق کردن الله را به مخلوق از مخلوق تقاضا میکنن، فعل شفا دادن الله را از مخلوق تقاضا میکنن. این مشکلات پیدا میشه. و دیگه بسیاری افعال دیگه است. قاعده 79: افعال خالق و مخلوق را با یکدیگر تشبیه نکنیم. اینال هیچ وقت فعل خالق مشابه فعل مخلوق نیست و فعل مخلوق مشابه فعل خالق نیست. انسان میسازه، مثلا این میزه از نگاه لغوی میتونه بگیم که میزه فلان نجار خلق کرد، لکن خلق کردن نجار مثل خلق کردن الله نیست. الله نجار از چوب و از میخ و از گپایی را جور کرد، اما الله اینمی تو درخت، اینمی کوها را، اینمی بحرها را، اینمی دریاها را کلشانه اذا اراد شیئا ان یقول له کن خلق. خب بعضی کسا قدر عقیدهش خراب است که دلایل علمی را قبول میکنه، دلایل قرآنی را قبول نمیکنه. از این خاطر میگه که مثلا بیگ بانگ است و اگر باز از بیگ بانگ تشریح کردی که باز انفجار شده، باز چی شد، باز اون قسمی ها را قبول داره، اما خبر نداد خب امور که انفجار داد، اما اول همون چیزی که انفجار داد بیگ بانگ شد، امور که خلق کرده بود الله خلق کرده بود. بعضی کسا که هستن و بنده علم هستن.